سلام، خان بابا هستم. به کانال ما خیلی خوش اومدید. برنامه امروز ما خیلی متفاوته. مهمونمون خیلی مهمون عزیزی هستن که ذهن خیلی زیبایی دارن اما متاسفانه معلولیت زایه نخاعی دارن. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموشتون نشه. خوب هستین فاطمه خانم؟ قربونت مرسی. شما خوبین؟ دلارام خوبه؟ قربونت بشم، خیلی خوشحالم میبینمت. همچنین قربون شما. اهل کجایین؟ کدوم شهرین؟ جانم بختیاری. چهارمحال بختیاری. آره زولات ایمایی. آره روستای امام قیس، نمیدونم میدونین یا نه. امام قیس؟ آره کی بودن امام قیس؟ نه نمیدونم کجاست. شهرستان بروجه. بروجه؟ روستای امام قیس بروجه. بروجن. ما هم بختیاریم، ما چهارمحالیم. اجدادمون اونجا بودن. کجا هستی؟ اجدادمون چهارمحال بختیاری بودن. آره. پس دیگه آشنا شدیم. آره دیگه ما آشناییم. چند سالته فاطمه جان؟ 32. نمیخوره 18 بیشتر نمیخوره. نه دیگه رفتم به خاطر معلولیتم بچه موندی؟ معلولیتون معلول سیپی زای نخواهیه. هرچی میگه 10-18 سالته. معلول چی بود اسمش گفتی؟ سیپی زای نخواهی. زایه نخاعی. سیپی زای نخواهی یعنی چه جوریه؟ توضیح میدی؟ یعنی طرف مغزم که باید دستور بده حرکت کنم، خودم پاشم کارامو کنم مشکل داره، ولی طرف دیگه که مال ذهن و هوش و عقل و سرزبون و اینای سالمه. آها خب خدا رو شکر. ولی خب ببین قابلیت هات من دارم میبینم، میدونم خیلی استعداد زیادی داری انگار توی نوشتن. درسته؟ بهم گفته بودی؟ کلا اصلا خودم بدون معلم و مدرسه من سواد شدم. الان چند تا از نوشته‌هامو به خانم دادم. یعنی بدونی که بری مدرسه خودت سواد یاد گرفتی؟ چه جوری؟ با موبایلم. با موبایلت آموزش دیدی؟ آره. از چند سالگی؟ مثلا از شما میپرسیدم سلام چطوری نوشته میشه، بعد بار دوم خودم اینو مینوشتم. از چند سالگی رفتی سواد یاد گرفتی؟ اصلا مدرسه نرفتم تا یه 15 سال پیش. خواهرم ازدواج کرد، بعد دیگه چون خودم تو خونه تنها بودم موبایل گرفتم دیگه. هم موبایلم اسباب بازی دستم بود، هم یه جورایی معلمم بود. خیلی هم عالی. اصلا میخواستم بنویسم سلام خوبی، بعد از زن داداشم یا از داداشم از کسی میپرسیدم، یه بار اونا برام مینوشتم، بار دوم خودم مینوشتم. الان چیزی که برام جالبه اینه که خیلی لبخند رو لباته. مثلا این معلولیت رو حالا همه جا دیدیم مثلا میگن که معلولیت محدودیت نیست و این چیزا، ولی خودت واقعا بهش اعتقاد داری؟ چون من الان من چون معلولیتی ندارم اصلا درک نمیکنم. شاید مثلا 1% درک کنم. اون 1% هم چطوری باعث شده که من درک کنم؟ آره مثلا اون 1-2% هم میگم من میتونم درکت کنم. یه زمانی مثلا آقا دستم شکسته، پام شکسته، نتونستم ازش استفاده کنم، میگم وای چقدر سخته. حالا خودت واقعا به نظرت معلولیت مثلا محدودیت میاره؟ خب تا جایی من الان خودم به خاطر که تو روستا هم، یعنی من الان اصلا هیچی تو خونه در نمیام، چون افراد این روستا فازشون دیگه قدیمیه. مثلا میگن چرا یک معلول، آخه چطوری الان من بخوام برم بیرون انقدر نگاه میکنن هی میگن آخه بیچاره بنده خدا دیگه. بدت میاد؟ تو آدم غلط کردن بیفته. بدت میاد اینطوری میگن؟ آره دیگه من به خاطر حرفای آدمای این روستا از خواسته هم دلتنگم. الان روسری تو خودت اینطوری بستی؟ نه مامانت بسته برات. مشکل بس. حالا تنها کاری که خودم میکنم غذامو بخورم و قشون خودم یه نقاشی برای سرگرمی بکشم. خودت غذاتو میتونی بخوری؟ آره. خب دیگه الان میدونی غذا خوردن
یکی از بهترین لذت‌های دنیا غذا خوردنه. از این دیگه محروم نیستی. نه من الان فرض کن من الان پا میشم بیام خونه شما، دیگه خودت مثل یه بچه 1 ساله همه کارامو میکنی، غذا بذار جلوم، دیگه خودم میخورم. بیا من همه کاراتو میکنم. بیا من همه کاراتو برات بکنم. قربون شما مثل داداشم. قربونت بشم. یکی هم از این شعرها و نوشتهایی که نوشتی برام میخونی؟ قابلیت دیدم زندگی من مثل تیکه های پازل هست. یه عمر پازل چیدم با صبر و تحمل، به این امیدی که آخرش بتونم پازل زندگیمو خوب بچینم، ولی به تیکه آخر پازل زندگیم که رسیدم خدا به هم 2 تا جمله گفت: از حالا به بعد تو این وسط دوراهی هستی، زندگی تو من کامل کنم، تیکه های آجر پازل تو من بذارم، خدا یا شیطون. دیوار. آفرین، خیلی قشنگ. اون تیکه رو قبلیه رو برام میخونی راجب سیمان آجر قبلی که خوندی یه بار دیگه میخونی؟ اون قشنگ بود. زندگی من زندگی تو نیست، نگاه من نگاه تو نیست، خنده من خنده تو نیست، اشک من اشک تو نیست. خدایا نگو من بندتم، نگو من ساخته دستتم، اگه ساخته دستت بودم، اگه سیمان تو شنت بودم، آجر زندگی ناقص نبود. دیوا خدا. الان دقیقا خدا رو گله کردی به خدا، درسته؟ خدا رو باید همیشون واسه خودت میفرستم، خدا همشون یه جورایی. آره. الان دوست داری چی کار کنی؟ چه آرزویی داری؟ یه کاری، یه چیزی واسه خودم داشته باشم، چون دیگه واقعا خسته شدم از این وضعیت. چه کاری میتونی بکنی؟ یه کاری شما یه آموزشی بهم بدین. آموزش چی دوست داری ببینی؟ اینستاگرام داری؟ اینستاگرام دارم، دیگه تلگرام هم دارم، همیشه. من همین الان چیزی که در تو دیدم، تو میتونی دکلمه بگی توی اینستاگرام به صورت سلفی. دکلمه بذاری. یه کسی بهم آموزش بده اوکی میشه. هیچ آموزشی نمیخواد. آموزششو من بهت میگم چی جوریه. من بهت میگم، کار خاصی نداره. تو اینجوری میتونی پیجتو بالا بیاری، بعد تبلیغات بگیری. انقدر از خدا گله نکن. شعرات میگم انقدر از خدا گله نکن. طرف بدنش سالمه. بذار یه چیزی بهت بگم. خدا خرابش کنه خیلیه. طرف بدنش سالمه، خب، ولی کل زندگیش نابود شده، ورشکست شده، بدبخت شده، همسرش از دست داده، بچه‌ش از دست داده. مطمئن باش خدا در تو دیده. شاید تو تحمل اون چیزها رو نداشتی، تحمل اینو داری. می‌دونی چی میگم؟ هر کسی تحمل یه دردی رو داره. الان یه حرفی، یه جمله پایانی به ما میگی، به دوستامون که دارن برنامه رو میبینن، بعد خداحافظی کنیم. همین که سلامتشون رو دارم، واقعا شد تو شاخانه. دمت گرم. چیزی سلامتی نمیشه، همه چی برمیگرده، پول برمیگرده، خونه برمیگرده، سلامتی برمیگرده. بهترین جمله‌ای که میشد یه نفر راجع به سلامتی بگه به نظر من خودت بودی. همین جمله‌ای که گفتی. مرسی که قبول کردی تو برنامه ما اومدی، خیلی خوشحال شدیم. مرسی از دوستانی که تا اینجای برنامه همراه ما بودن. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه.